حرکت. هی و افسوس و هزار ارمان په شمبلا تو نزانه بازدگه شمبلا چی کند؟ او دا چی چوک جنان چوپن؟ بیچارگه نازگول تا هنچو بیتره که توارا نشتگه؟ الله شی هزار و هیر بکمنا سانگتی هستا هنچو جد چوب هنچو هونات دماغان پیجار بست. با هم یک جا گفت دهن سرویس اون یکی دیالوگ بعده. من گفتم ما یه دیالوگ دومو گفت. آقا کارگردان نگفت دومیش ولی خودش به من گفت دوم اولش نگفتم او گفت دومیش چی باشه بعد ماتن که ظرف میسرم ظرف من نوچ منتظرم. بعد تو دیالوگ ها نیروی که بوگوشی پدا ها ماشا بلکه دوینا رنده پیچه کنه من به عنوان بازیگر سریال معتقدم که این کار از محصول عشق و معجزه دستهای خالی بود. مطمئنا ما با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردیم. یک گروه بالغ بر 90 نفر بازیگر و زندگی کردن تو یک مکان به مدت 4 ماه به هر حال سختی‌های خودش رو داره، اما چیزی که این کار رو برای ما قابل تحمل میکرد شور، یک پارچگی، یک رنگی بچه‌ها و واقعا دست به دست هم دادن تا یک مجموعه خوب تولید بشه. عوامل این گروه اگرچه در عرصه تلویزیون تجاربی رو به اون صورت یا که کارهای شاخصی انجام نشده، خب بیشتر این بچه ها کار تئاتر کردن، اما خیلی حرفه‌ای وارد این عرصه شدن. ابتدا ما توسط یک شورای نویسندگان طرح رو بررسی کردیم به کمک خود دوستان جناب آقای ساویز که سالهای سال کار تئاتر کردن، با این آیتم تئاتر و آیتم تلویزیون آشنا هستند. دوست هنرمندم جناب آقای سهرابی به عنوان یکی دیگر از اعضای شورای نویسندگان، خب بنده هم در کنار این عزیزان بودیم، با هم دیگه شورایی رو تشکیل دادیم و کاراکتر به کاراکتر شخصیت پردازی میشد، حوادث و رخدادها بررسی میشد و سکانس به سکانس طراحی میشد و سپس نوشته میشد. یک کار کاملا گروهی و تشکیلاتی. سپس هم پیش تولید که شروع شد هم به همین شکل بود، یعنی گروه می اومد لوکیشن ها رو بررسی میکرد، کاراکترها رو بررسی میکرد و مواردی که باید در قسمت پیش تولید بررسی میشد. नाकू तो कलेक्ट दे ना जोने तो जान लूटे हे लेखन दे रोंदर टोकू चारों चिए को शांति حالا یه هفته فیلم برداری داشتیم، چند تا سکانس خیلی مهم هم بود، یعنی خیلی کار می برد. ما باید اونا رو تو این یه هفته ضبط می کردیم و این اتفاق افتاد. حالا یه سکانس هایی داشتیم که خیلی اکشن بود، یعنی باید چند تا ماشین می اومدن و خیلی صحنه چپ کردن ماشین خیلی زمان می برد. اشتباهاً و سهواً اون پیدی به هر حال دوباره پیدی ضبط شده مورد استفاده قرار گرفت، یعنی اون اولیا پاک شدن و این خیلی دردناک بود و
حقیقتشو بگم اصلا اشکم در اومد. دیالو پشت سر هم بخدا ریپش به هم میریزه. صدا رفت سکوت. دوربین حرکت. چی؟ ناکوی کنه؟ به وجه ناکو تا هم کنته واشی سر من معرفی که پی واشی داماتی چیه گوشه؟ همین واجه گوشه تی نوکی زاماته من باید جاک بکنم جاک چیری مده دیگه نه چیری مده بس که چپ که دوباره بس که جهل که توار جهل کنم هیچ بار دیگه توار جهل نکنم باید که مردم پس ای با او مردم ناکو بارا من زامات نکو یا دیگه سیتی زامات کتا ای واجه بس که شمبل گمر لوغا من در این نقش برادر بزرگتر شمبل بازی می کردم. شمبل یه جوان ناپخته و خامی بود و کارهای غیر منتظری رو انجام میداد که من باید با صبر و تحمل اینو راهنمایی می کردم و کنترل کردن شمبل در این سریال که یه جوان خامی بود کارهای عجیب غریب انجام میداد، یعنی هر روز یه حادثه‌ای وجود می آورد. برای من و خانواده عجیب بود که بعد ما شمبل رو راهنمایی می‌کردیم یا از این کارا باز می‌داشتیم. به هر حال خوب بود، تجربه قشنگی بود در این مجموعه بازی کردن. من گیشه نکنم ولی مروارد بچه منو بزوری بچه امیت و تماهی منو بزوری من چه ابتالترم ها نه کاری نه پولی نه امیتی نه تماهی اگه منی زوها من چونه که تیاگی چند من چهاره تکنم چی بگوشم نه شاوشکی تمام ها شاوشکی امیتا ولی شاهی تو پچی من وطی براتو گمانه پچی جیده اسمانی رو کنه های مدر چیم مردو شمبل الله الله مردو الله 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 من اسمانی رو مگه 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 دورا دورا برسول این برای من افتخار هستش که من در کاری حضور داشتم که کارگردانان اون کار دوتا از کارگردانان خیلی خوب استان هستن، استاد رضا خداداد بیگی و همچنین استاد نصیر احمد ملازهی و همچنین تهیه کننده اون کار جناب آقای محمدین دشتی استاد من که مردی استخوان خرد کرده در این راه، در راه فرهنگ و هنر استان هستش و این مرد آنچنان با درایت و با تدبیر خودش این جانمایی افراد رو بر اساس اون پتانسیل و بر اساس اون ظرفیت و بر اساس اون تخصصی که داشتن توی سریال انجام داده بود که به خوبی همه ما تونستیم در اون جای معین خودمون نقشمون رو ایفا کنیم، چه دوستان بازیگر، کارگردان، نویسنده و دیگر دوستان عوامل این پروژه.
شرطه منندش می عکس کشم گفت خوبه شمبل ما تگویشی هم آخر دیست من مات کجا جاهنه جا بعضا عکسی بکشم باز گله بیته بچه بانده هیجه مرو لوگ سرا گرده کاغل کنه اما نیمگی تو انجا تحرافت آیی هم کاغل کنه دور انت بانده من ماتی عکس کشم بزانه که تمام عزیزانی که این مجموعه شپین کتا فقط هنرمند نه بلکه انسانهای بزرگی هم هست.